تا حالا شده توی یک مصاحبه مهم شکست بخوری؟ اگر این تجربه رو داشتی، میخوام چند لحظه صبر کنی. تمرکز کن. یادت بیار قبل از مصاحبه چه حالی داشتی. بنویس روی کاغذ. چون اون حالی که داشتی احتمالاً عامل اصلی شکست تو بوده. میخوام یک سری اطلاعات بهت بدم که دیگه چنین تجربه‌ای نداشته باشی. میخوام در مورد هنر پیروزی در لحظه و غلبه بر بزرگترین دشمن موفقیت در مصاحبه صحبت کنیم. وابستگی به نتیجه. این اصل که جوهره آرامش و قدرت شماست، مهمترین چیزی است که باید در این فرایند بدانید و رعایت کنید. بسیاری از ما تلاش می‌کنیم تا بهترین رزومه، بهترین لباس و بهترین پاسخ‌ها را آماده کنیم. اما در لحظه نهایی استرس و اضطراب تمام آمادگی ما را از بین میبره. چرا؟ چون ما فراموش می‌کنیم که هدف مصاحبه تأیید ارزش درونی ما نیست، بلکه یک گفتگوی حرفه‌ای برای تبادل اطلاعاته. وابستگی به استخدام شدن سم مهلکی است که زبان بدن، لحن و تمرکز شما رو مختل میکنه. وقتی بیش از حد به این شغل نیاز دارید، ناخودآگاه انرژی از ترس و التماس ساطع میکنید که توسط مصاحبه کننده به صورت ناخودآگاه درک میشه و او رو به عقب میرونه. این همون نیروی دافع است. وابستگی باعث میشه در لحظه نتونید به سوالات غیر منتظره‌ای به خوبی پاسخ بدید، زیرا تمام توجه شما صرف رصد واکنش‌های مصاحبه کننده و حدس زدن نتیجه میشه. برای رهایی هدف خود رو به ارائه بهترین و صادقانه ترین اجرای ممکن تغییر بدید. صبح روز مصاحبه با یک تلقین قدرتمند به خود بگویید: من تمام تلاشمو میکنم تا ارزشهامو صادقانه بیان کنم. اگر این شغل مناسب من باشه عالیه، اگر نه یعنی جایگاه بهتری برای من در انتظاره. من لایق بهترین ها هستم و نتیجه در کنترل من نیست. این جمله بار روانی رو از دوش شما برمی‌داره و مغز شما رو از حالت بقا و ترس به حالت اجرا و حل مسئله میبره. در این حالت آرامش که شما درخشان عمل خواهید کرد. حالا که ذهنمون رو آزاد کردیم، باید بدن و استراتژیمون رو تقویت کنیم. چند شب قبل از مصاحبه نه تنها خودتونو در حال پاسخ دادن به سوالات، بلکه خودتونو در حال ترک آرام و با اعتماد به نفس جلسه بدون نگرانی از نتیجه تجسم کنید. همچنین دقیقاً 20 دقیقه قبل از مصاحبه برای 2 دقیقه در حالتی قدرتمند بایستید یا بنشینید. این پاور پوزینگ سطح هورمون استرس کورتیزول رو کاهش میده و اعتماد به نفس شما رو افزایش میده. در بخش استراتژیک تحقیق خودتون رو فراتر از محصولات ببرید. در مورد مأموریت، ارزش‌های اصلی و چالش‌های اخیر صنعتی که شرکت با اون مواجه هست تحقیق کنید تا یک همکار آگاه به کسب و کار به نظر برسید. پاسخاتونو با متد استار آماده کنین تا بحث مشخص باشه و نتیجه قابل اندازه‌گیری، مثلا فروش 20% افزایش یافت ارائه بدین، نه پاسخهای پراکنده. لباس مناسب برای مصاحبه همیشه یک پله رسمی‌تر و تمیزتر از کارمندان اونجاست. لباس باید اتو شده، تمیز و عاری از رائحه‌های تند باشه. رنگ‌های خنثی و تیره جدیت و اعتماد رو القا می‌کنن. در لحظه اجرا، زبان بدن برنده رو به نمایش بگذارید. دست دادن باید محکم، با تماس چشمی و لبخند باشه. صاف بنشینید و کمی به جلو متمایل شین تا اشتیاقتون رو نشون بدید. از حرکات عصبی مثل تکان دادن پاها اجتناب کنید. در هنگام پاسخ دادن از سکوت طلایی استفاده کنید. 1 تا 2 ثانیه مکث کنید، نفس بکشین و بعد با صدای محکم و سرعت کلام کنترل شده پاسخ بدید. این نشون میده که شما دقیق گوش دادین و فکر میکنید. در بخش پایانی حداقل 2 سوال هوشمندانه بپرسین که به نقش، اهداف تیم و مسیر رشد آینده شرکت مرتبط باشه، نه سوالات پیچ پا افتاده. سوالاتی مانند چالش‌های کلیدی که فردی در این نقش باید در 6 ماه اول حل کنه رو بپرسین.
این سوالات شما رو از یک متقاضی به یک فرد استراتژیست و متعهد به نتیجه تبدیل میکنه. پس از پایان مصاحبه، صمیمانه از مصاحبه کننده تشکر کنید و در مورد گام‌های بعدی فرایند بپرسین و مهمتر از همه رها کنید. وظیفه شما به پایان رسیده. شما با کمال آرامش و آمادگی کامل بهترین اجرای خودتون رو انجام دادین. حالا کنترل نتیجه رو به فرایند بسپارین و تمرکز خودتون رو به فعالیت یا جستجوی بعدی معطوف کنید. پیروزی در مصاحبه در گرو اجرای بی‌نقص و آزادی ذهنی ناشی از عدم وابستگی به یک نتیجه خاصه. با این رویکرد شما نه تنها شانس استخدام خودتون رو به طور چشمگیر افزایش میدین، بلکه یک مصاحبه کننده آرام، مقتدر و بی نهایت حرفه‌ای خواهید شد. موفق باشید.